برادرای عزیزی که قرآن خوندن میتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیات به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هایتان رو میشناسید؟ البته. فقط راستش رو گوید، شوهرتان در خانه شما زندگانی میکند؟ دختر شهری را ببین ناز و ادایش بزه. وای با شوهرتان زنگ زده گوید که من شما رو دوست میدارم. برای یک لایک و پرسموتر شده شما خیلی کاری بد نکنه، با یک ضرر نبیورید. با بهردین صبور زنگ زده گوید که چرا فیلم قصری. مهمان امروزه ما هستند صبرینه نظری. شما رو خوش آمدید میگویم با برنامه میدانی یا نه. تشکر زیاد خواهر جان. سلامت باشن اپا جان. برنامه میدانی یا نه رو تماشا میکنید؟ البته. خبر داره چگونه برنامه است؟ میدونم. بسیار امو چی اینستاگرام در صفحه برای تماشا میکنم. سلامت باشن. آماده اید؟ آماده البته. پس شروع میکنه. شرط اولی برنامه. میدونید که اینستاگرام زیبی شما دارد؟ رحمت خیر. راستی میدونم چون که یگان وقت کم نما میشوم، مخلصا و هوادارانم بسیار پرسال میشوند، سراغ میکنن. این چیز برای من خوش میآید. البته فکر میکنم هست یگان چیزی که زیبی من دارد. زیبی من تا قنه زیبی چندی نفر هم یکی از آنها. زیاد گریه میکنید؟ نه. برای چی؟ همین گونه سوال. راستی فکر میکنم حاضر بسیار یک نمیدونم حسابی چی باشد، احساساتی شدم نسبت سال پیش زیادتر گریه میکنم. بسیارم نه خیلی نسبت سال پیش نه. حاضرم در بازرسی دولتی автомобili یعنی گایی کار میکنید؟ نه کاری دولت رو من بس کردگیم. تلویزیون رو ترک کردید؟ بر وقت. خودتان میدونید که بانوی شیرین سخنید؟ خیر میدونم. در اینستاگرام پرسموتری کم گیرد زیق میشود؟ ویدیو هم اصلا ویدیو هم بله. البته چرا نه. میگم که از توجه مردم، از توجه بیننده دور شده ایستادم با هم خاطر زیق میشم. من رو افتاده میشم. سلامت باشه. فقط راستش رو گوید، از اینستاگرام پول کار میکند؟ خیلی حاضر کی کار نمیکند؟ البته کار میکنه. زیاد نه و خیلی میشود. بسیارتر بخشش در پیش گفت بر ترقتی کار میکنه موده. بسیاری مقاماتو با گوششان گیرن که ما بر ترقتی کار میکنیم، نه اینکه پولی کلان قطعی. سلامت باشن بهترین. جراحی پلاستیکی کرده اید؟ کردم. شما مخلصی اولگا بوزوین؟ پیش بودم حاضرم بو اولگا بوزم که نمیفورد حسابی که نمیدونم. خیلی هم در پیشی زندگیش دامو پیش چشم ما میگذرد، بسیار خطاگی میکند، اشتباه های کلان میکند. خب از وقتی اولش گفتی گپا از شوهرش جدا شده بود دلم میسوختک شد. بعد که با یک نفر دیگه شناس شد و عشق ورزی کرد، ای به خودش با همون خاطر اعتقادم کمتر از اولگا بوزووا کم شد و دور شد. سلامت باشد. خودتان رو در اینستاگرام تاجیکی رقم 1 میدانید؟ نه. در دوشنبه خانه دارید؟ دارم. فقط راستش رو گوید، شوهرتان در خانه شما زندگانی میکند؟ ما دو طرفه زندگی میکنیم. راستی گپ هم حوالی شوهرم ده، هم خانه سکسی هم ده، یعنی هم زمینی هم خیلی آشیانه بلند. دشمنهایتان رو میشناسید؟ میشناسم و نیکیم زیادش رو نه، لیکن میدونم زیاد دشمن دارم. در تویها اشتراک کردن رو بس کرده اید؟ نه بس نکردم. این از همه شغل دوست داشته من است. خیلی که آدم ها سهر کار میروند تا بگوه همی تویم رفتنی تویم برای من همین چیز است، یعنی که با کار میروم. حاضرم ادنا کلاسیک دارید؟ ادنا کلاسیکی دارم و استفاده نمیبرم. راسته شما از پختن و خوردن رو دوست نداره؟
اگه چی با این سوال پیدا شد ممکنه باش مدت سعودی عوض شما گویه با من جواب میگم از حسابی که ستوریسام بسیارتر من نمو چیه میمونم من زمین خوردگی و چیه را با مو خاطر سوال پیدا شد راست پختنم قدر زیاد دوست نمیدارم از بپولی میترسید؟ البته طلاهایتان را دوست دیدن یافتید بعد؟ نیفتم نه هر روز کاشانه حسن. سلام دوستانی عزیز. نفرانی که دکومنت هایشون تمام شده است و نمیدونن که چیکار کنن پس به شرکت جورابک زنگ زده به یگان مشکلی به سرحد قزاقستان برده میرساند با ماشین های زمانوی. از نام کانال ما گپ زنید تخفیف ایلوگی کرده می شود. مرحمت. میروید؟ روزایی که یگانجا برآمد داشته باشم همون روزا میروم. مثال امروز برای برنامه شما من رفتم کاشانه حسن. یوتیوب کانال داره؟ ندارم. تویتان را خودتان گفته بودید که در یوتیوب پرتایم؟ نه. شما مخلص کانر مگرگرین؟ بله البته من مخلص ورزشگران نیز هستم. سلامت باشن. رقیب دارید؟ دارم چرا نه؟ فقط راستش رو گوید در جنگ کانر ستافکا مونده بوده؟ موندم چند مرتبه راست دیگر طرفداری کانر بودم و ولی متاسفانه بود خیلی گپ نیرو افتاده شدم. سلامت باشن. سوالهای ما شما رو ناراحت نکرد؟ آزیرش ده زنده باشن. اپا جان میگذاریم به شرط دومی برنامه. دویم شرط شده؟ بله. اپای صبرینا میگفتید شما چگونه مشهور شده در اینستاگرام؟ خب راستی نمیدونم با فکری من چگونه شدم نمیدونم. یگانه میدونه ذوق زیاد پیدا کردم در همین صفحه. وقتی که یک دو بار عکس و ویدیوهایم رو گذاشتم دیدم که بسیاری ها پیگیری کردن توجه کردن. همین چیز ذوق و شوقم رو زیادتر کرد و بیشتری وقتم رو همون چی ده گذراندم اینستاگرام و از همه روزه کار فعالیتم میگذاشتم. دیدم که مردم همین چیز رو نقص قبول میکنن با همون خاطر دیگر چی شد؟ سلامت باشن. سوال دیگر اگر خورد میشدید از حیات گذشته خود یگان چیز رو عوض کردن میخواستید و چرا؟ البته خمیدم این گونه نمیشه این طور نمیشه و اگر که میشد البته بسیار چرا بسیار روزایی که مثال از سری آدمیزاد میگذره روزای سخت کش میکرده که همو پیشگیری کنی همون روزا نبیاید از سری آدمی که من بسیارتر در چندین اینترویوهای خودم گفتم که با بسیاری نفرها دوستی نمیکردم رفت آمد نمیکردم یعنی که چی بگم دوستانی خوده مثلا دوست فکر میکردم لیکن اونا برای من دوست نبودن و بسیاری همون نفرها شناس نمیشدم دوستی نمیکردم. سلامت باشن. سوال دیگر درباره خودتون معلوماتی خب چه معلوماتیم؟ کدام روز ماه و سال در کدام ناحیه به دنیا آمده اید؟ خب من وقت من دوی ما سوال میدین که شما چند سال ما هم مجد 18 گم اکوزی گم زد هازی 17 گم نمیشه روز ماه شگم سال شنگم. خب اختیارتان 15 ینوری سال 1000 نقطه نمیگم سال شد. خب قبول باشد. دیگر معما باشد. بله. کسی که مثال مخلصی اشدی اصلی است باید داند. بله. خوب بهترین. اپای صبرینا شما خودتان برنده اید. از نگاه خودتان 3 نفر برنده بهترین تاجیکستان را میگفتید؟ میشود که مردها رو نام کنم. بله. بله. خب 3 نفر. راج احمد، بختیاری جمشید و خب بسیارن. بله بسیارن ولی 3 همش نفر خوبم بهترینن. 3 نفره که مثال هم دوستای من هستن هم برای من راویانی یعنی ژورنالیستای خوب هستن. راج احمد، بختیاری جمشید، بهرالدین صبور باید ترگه اعلام میگم فاروقی صابرزاد. سلامت باشد زنده باشد. از بانوان نمیدونم خیلی شادروان منیره اکمه بودن نامیر یک بودن نو تکرار بعدی و یا کی رو بهترین گم نمیدونم راستی گم بهترین. سلامت باشن. سوال دیگر
میگفتید شما بلاگرید یا اینکه ژورنالیستگا و فرق بین بلاگر و ژورنالیستگا در چی است؟ من راستی معلومات ژورنالیستی هم ندارم. من چی گویم، من برنده هستم، راوی هستم. خیلی نمیدونم اگه ژورنالیست گویم با پرگی قبول هست نیست، خیلی همچون ژورنالیست میشناسن. اول من این ژورنالیست هستم، برنده هستم، بعد من بلاگر هستم. بله، برای بسیاری اول بلاگر میگن این چیز کم تا با من چی سخت میرسد. شما اول از همچون ژورنالیست همچون راوی شناختن. البته سلامت و سربلند باشند. اپاجان نگذاریم به قسمت اساسی برنامه. خب مرحمت، قوطی مولی شما هستن، کشاید خونه فرق نداره دست فرق همشا میکشین. همشا میکشم؟ بله. خلاص همشا کشیدن در کن. خیر بیا سلامتر خونه اپاجان. یک رقصی زیبا کنید. از کارگردان خواهش میکنیم برای شما موسیقی میمونن، شما میرقصید. خب دختری شهری را ببین ناز و ادایش بزیب، خنده به لب میگذارد نگاهش دل فریب. دختری شهری را ببین ناز و ادایش بزیب، خنده به لب میگذارد نگاهش دل فریب. زنده باشین اپاجان. مرحمت دیگرش بگیرید. با زینورا پولادова زنگ زده گوید که چرا وقتهای آخر کم سرود میخونید. مرحمت زنگ بزنید با زینورا پولادова. مایلش. الو. سلام علیکم. سلام جانکی من. ای جانکی من شما ساز نست. بخشیش عذری بسیار من ساز رحمت. خیلی نگو بخشیش سالچی. خوب بودین آوازتان گرفتگی؟ من نخستم. چیکار نه؟ همه خوب نست؟ گشتیم. شما درست نی؟ همه نست؟ کم نمو. نه من جوتم. اینترنت میبینیم تا تمام. خیره دمی شبکه‌های اجتماعی هست که احوال یکدیگر با خبریم. اصلا چی بازی را شما کم سرود برآوردیستین؟ کم سرود برآوردیستین؟ نه اولی تایری تبین و نمیم خواستم گوشم. گای این همین ندنیا روزهای نزدیک. روزهای نزدیک ها؟ خیلی محل بازم میزنم تو انتظاری سرودهای بهترین شما هستیم. امو صدای مهین و شیرین شما را یاد کردگی محلش مو انتظاری. خواب جانکی من نقص شما را نقص منی. سلام گیم. خواب جهانی سپاس اپاجان. سلامت باشه. زنده باشن. مرحمت دیگرش بگید. زنی مهربان هستن. چه اصلا ما خیلی شوخی بین یک دیگر داریم. اصلا چه میگیم مو جانکی من هم خیلی خب تی نوبت بکشیم. چی باشد اینجا؟ با شوهرتان زنگ زده گوید که من شما رو دوست میدارم. مرحمت زنگ بزنه. معلش موشکی بود نگم سیاست نکنم در تلفن. کای بود میبروی کای بود میکنیم. الو مردک جان. الو مردک جان. جان مترا نقص میبینم. نفهمیدم. مترا نقص میبینم. میدونستم که برای من دیشب باز خب با گفتم امروز تکرار شد. گفتم با تکرار کنم بگو موخی. تو چی؟ تو چی تو؟ من هم ترا دوست ندارم. من نمیدونم دارم. رحمت جانی من. خواب جان. سلامت بودن بهترین. ایزا کش نسل شده. نه ما راستی همه روز هم خیلی یک دیگر دوست داریم میکنیم مهربانی میکنیم. مو خیلی بوده پیشی شما با مخلصا میبینم. سلامت بشن اپاجان. مرحمت دیگرش رو گیرد. خوب وای
این مولی شماه. مولی من؟ بله. توفا از برنامه میدونی یا نه؟ نشاندیم یا نه؟ مرحمت مخلصا بینم. من دیده نه. حساب کنیم با. حساب کنم. بله. مایلش. خیلی کارم میکنیم با دیگه. 300 سومون از نامی برنامه میدونین. بله توفا از برنامه میدونی. بهترین کوش که این برنامه هم خیلی توفا کنن. زنده باشن سلامت باشن. تشکر. مرحمت. در پیش منو. بله قطعا میبرن. نیست رحمت. زنده باشن مرحمت. خب با بهرالدین صبور زنگ زده گوید که چرا فیلم قصر غم را دیگر نمی برارید. مرحمت زنگ بزنه. مالش. الو. سلام علیکم بردین جان. درود بر شما. شما خوبه؟ نغزین همه نغز؟ تشکر. ای مخلصای تو با ما برآمده استن پرسیده استن که چی ده قصر غم دیگه نبرآورده است بردین صبور. آخه قصر غم تمام شد 10 سریه. ای همیقه بود فیلم تو؟ 10 سریه. خیلی دیگه دوام دادن نیسته؟ دخواه اکتورم گذاشته با اکتور دیگه هم گلان رو دخترک جواب داده موزیرش تا یکم موسیمه تو چکا موندگی اول فکر میکنی دوام دادن دیونه؟ یکم سلام تماسه برای دویم سلام. خیلی بهترین فیلم بود با همون خاطر رحمت دادم. خب یک جهان تشکر زیاد اپا جان. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به برنامه میدونی یا نه. تشکر به شما نیز برای دعوتتان، برای برنامه جالبتان. خوب تماشا میکردم. در حقیقت برنامهتان با همون چیزی که میدیدیم همون خیلی جوابگو بوده است. سلامت باشن سربلند باشن باشن. بار دیگر خوش آمدید. مخلصان عزیز فراموش نسازید که در همین دورچه‌ای که میبینید سایت من است در اومده پچ کنید تا برنامه های دیگر. خیر.